بعضی از مکمل ها هستند که برای سلامت قلب هم مفیدن. میخوام اونها رو بهتون معرفی کنم، اما قبلش 3 تا نکته باید بگم. اول اینکه برای سلامت قلب کنترل و اصلاح فاکتورهای خطر خیلی مهمتر هست و وقتی اونها رو کنترل نکنیم هیچ مکملی نمیتونه قلب ما رو سالم نگه داره. مثلا اگر فشارمون بالاست، قندمون بالاست، وزنمون بالاست، باید اونا رو اول کنترل بکنیم و بعد از مکمل ها هم استفاده کنیم. دوم اینکه منبع اصلی و مفید مکمل ها غذاها و مواد خوراکی هستند، نه اون مدل هایی که از داروخونه میخریم به صورت قرص تهیه میکنیم و استفاده میکنیم. و نکته سوم اینکه شما کدوم مکمل رو نیاز دارید پزشک باید تعیین بکنه و خودتون نباید سرخود برید از داروخونه بگیرید. حالا این مکمل ها چیا هستن؟ مهمترین ویتامین برای سلامت قلب ویتامین دی هست. کمبود ویتامین دی باعث کاهش فشار خون میشه، بیماری تنگی عروق کرونری ایجاد میکنه و باعث سکته مغزی و قلبی میشه. باید سطح ویتامین دی مون رو در حد نرمال همیشه نگه داریم و اگر لازمه پزشک برای ما مکملش رو مینویسه. منابع ویتامین دی هم میتونید سرچ بکنید. ماهی ها هستن، زرده تخم مرغ، تخم کتان و حالا منابع دیگه‌ای که توی غذاها میتونیم ازشون استفاده کنیم. مکمل مفید دیگه روغن ماهی هست. اومگا 3 باعث کاهش LDL کلسترول میشه، باعث کاهش تریگلیسیرید مخصوصا و افزایش چربی خوب یا همون HDL میشه. اما به توصیه انجمن‌های معتبر قلب و تغذیه منابع اومگا 3 رو باید به صورت خوراکی جبران کنیم. مخصوصا خوردن 2 وعده ماهی در هفته به شدت توصیه میشه. مکمل مفید دیگه خوردن سیر هست. سیر یا مکمل اون باعث کاهش فشار خون، کاهش رسوب پلاک چربی در شریان ها و کاهش تشکیل لخته خون میشه. مکمل مفید دیگه چای سبز هست که باعث کاهش کلسترول بد یا LDL، افزایش کلسترول خوب یا HDL و کاهش تریگلیسیرید میشه. تنها مکملی که باعث کاهش وزن میشه چای سبزه. پس حتما هر روز از چای سبز استفاده بکنید. دانه کتون یا روغن اون هم باعث کاهش کلسترول میشه و یه منبع خیلی خوبه اومگا 3 هست. مکمل‌های مفید دیگه مثل کلسیم، مگنیزیم و اسید فولیک هستش که به سلامت قلب و عروق و کنترل فشار خون ما کمک میکنن. نکته آخر این که اگر شما تغذیه سالم و درستی داشته باشید به هیچ کدوم از این مکمل ها نیاز نخواهید داشت، ولی در چکاپ هایی که پیش متخصص قلب انجام میدید در صورت نیاز براتون نسخه میکنه.